أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عباده ابن صامیت رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 1154 می باشد. عباده ابن صامیت از انصار می باشند. حدیث روایت می کنند، می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من تعار من اللیل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ودعا استجیب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. عباده ابن صامیت میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: هر کسی که در خوابش از این پهلو و به دیگر پهلو میگردد، در حالی که میداند و در این وقت اگر بگوید نیست معبود غیر از الله تنها و به همتا و به او شریک ندارد، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد، از آن او ملک های آسمان و زمین و او سزاوار ستایش است، و هو علی کل شیء قدیر، الله به همه کار توانا می باشد. سپس بگوید الحمدلله، شکر الله، در حالی که از این پهلو به این پهلو می گردد، گاهی خوابش نمی برد یا که گاهی در نصف شب از خواب بیدار می شود. الله اصحاب کهف را می گوید که و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. اصحاب کهف 300 سال در غار خواب کردند، اما الله آنها را از این پهلو به دیگر پهلو می گرداند تا که بدنهایشان در خواب 300 سال نپوسد. وقتی که این دعا رو گفت الحمدلله سبحان الله، گفت منزه پاک است از الله، گفت سپس میگوید لا اله الا الله والله اکبر، نیست معبود غیر از الله و الله بزرگ است، ولا حول ولا قوة الا بالله، یگان نیرو و یگان اراده، یگان جنبش نیست مگرم که الله به حولش همه چیز تحقق می‌یابد، انجام می‌شود. الا بالله. سپس بگوید اللهم اغفر لی، پروردگارا مرا با مورد بخشش قرار بده. یا که دعا بکند، دعایش استجیب له، اجابت کرده می شود. میگویم ببینید دین ما دین چگونه است. حتی از این پهلو و به این پهلو برگردیم، این دعا رو اگر بخوانیم، الله ما رو مورد بخشش قرار میده. دعا بکنیم، دعایمان اجابت می شود. پیامبر میگویند فإن توضأ و صلی قبلت صلاته، اگر او طهارت بکند و نماز بخواند، نمازش قبول می شود. این دعا رو می خونیم یک بار دیگر: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لي. این دعا را ما باید برادرها، دوستان گرامی، حفظ بکنیم، سنت پیامبر را زنده بکنیم و در حیات خود تطبیق بکنیم. ان شاء الله سعادت دنیا و آخرت را نیز میابیم و کودکانمان یاد بدهیم. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.